آقای پاسداران صاحب نمی الفبای کامل نامت نوشته کردی پ الف سین دال الف ر خ ر الف سین الف نون اینمی مربوط به کدام زبان میشه؟ اینمی گذشته کدام زبان؟ اینمی ادبیات فارسی است، ادبیات تاجیکی است. خب این از قرآن کده یک کتاب گذشته که از قرآن شریف کده کونه باشه بین اینمی الفبای قرآن 1400 سال میشه با وجود آمده. 1200 سال از ببین گوش کو هم نویسنده همین قرآن کریم هم که در زمان خود پیغمبر بود سلمان فارس بود. خیلی مردم دروغ میگه که امیر معاویه هم داشت بله. ولایی اشتباه میکردن. خیلی چی بود؟ امیر معاویه را میگن کاتب وحی بود، پدر یزید علیه السلام. کاتب وحی. خب بکش ولی یک اسناد بکش. خب خلاص حدیثا خیلی دروغ است ولی امی خراسانی و خراسی خب برادر همین حدیثای تمامی تاجیکان نوشته. همین حدیثا هم کاتبان حدیث هم همین تاجیکا هست. پیغمبر عرب بادیانشین که کاتب نداشتن. پاسدار صاحب محترم گوش و عرض ما بشنو. حالی تو بیا از همه افغانیت خودتون پیش نرین. تو خراسان جور میکنی ما چیز جور نمیکنی. ما خدا داریم گوش گپ ما گوش تو یک چیز نو جور میکنی. چی دارین چیزی ندارین شما؟ رهبر صاحب گوش کو امی زبان ما یک سوال میکنم ما دیگه اسپیس تبریک خودت. ما میفهمیم که مهندس زبان عربی امی قلم که نوشته میکنی در قرآن آمده که الذین ما چم یعلم بالقلم امی قلم شما به فارسی چی میگن؟ امیر من بگو ما باز جواب ما بگیرم. خنده نکن جواب ما بده که اینجا 300 نفر مینه که رئیس معاون رئیس خراسان گپ میزنه. قلم به فارسی کلمه قلم عربی است فکر میکنی؟ ما فکر نمیکنم عربی است. اینا اگر توی در زبان فارسی بگی من خوش میشم صاحب مهربانی. خود در زبان تو از کجا ثابت میکنی که کلمه قلم عربی است؟ انجینر صاحب شاهنامه فردوسی 3500 سال قبل از عرب تمدنی که عرب و ایج نمیشناخت تمدن شاهنامه فردوسی فردوسی خب بعد از رسول الله گذاشته رهبر صاحب. کی میگه نگو که باز زدم مثل که بدل زدم. چی میگه؟ خب بیار میالی میخی صحیح رهبر صاحب تو بردی کمش کن دیگه چیال داری تیر شازیگه پای کلان بردی ما بای دادیم برو ما بای دادیم تو بردی رهبر صاحب. که واقعا که تاریخ افغان جال است. خنده کردن خودت شاد بشه. جمهورش که قسمی باشه. انجینر صاحب اوقاتتان خوش دیگه رهبر صاحب